استفاده از کمربند پلاتینر بسیار ساده است، اما چند نکته مهم وجود داره که حتما حین استفاده باید رعایت کنید. توی این ویدیو میخوام بهتون نحوه درست استفاده از پلاتینر رو آموزش بدم تا بتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمردردتون رو یک بار برای همیشه درمان کنید. با من همراه باشید. همونطور که میدونید اخیراً محققین و پزشکان آلمانی تکنولوژی رو کشف کردند به نام امواج UIC که انقلابی در دنیای پزشکی بوده و میتونه دردهای کمر مثل دیسک کمر، سیاتیک، آرتروز، تنگی کانال نخاعی رو با استفاده از امواج درمان کنه. این تکنولوژی که در کمربند پلاتینر استفاده شده این امکان رو به ما میده تا در منزل بتونیم ازش استفاده کنیم و همین موضوع باعث شده که این روش درمانی بیشترین رضایت درمان رو در مقایسه با سایر روش‌ها مثل فیزیوتراپی و جراحی داشته باشه. بریم که نحوه درست استفاده از کمربند پلاتینر رو با هم ببینیم. خب در ابتدا کمربند پلاتینر رو به برق وصل می‌کنیم. محل قرارگیری پد رو تنظیم می‌کنیم به طوری که روی ستون فقرات قرار بگیره. بعد بندها رو دور کمر می‌بندیم تا جایی که پلاتینر ثابت روی کمر قرار بگیره. حالا 45 دقیقه درازکش به پهلو قرار می‌گیریم در حالتی که هیچ فشاری روی ستون فقرات وارد نشه. بعد از 3 روز استفاده دیگه دردی در ناحیه کمرتون احساس نمی کنید. اما باید دقت کنید که حتما تا پایان دوره درمان که بین 25 تا 35 روز هست از کمربند استفاده کنید تا بافت آسیب دیده ستون فقرات به طور کامل ترمیم بشه. بعد از خرید این محصول به مدت 1 سال پشتیبان همراهتون هست و هر کجا که مشکلی در استفاده از محصول داشتید میتونید با پشتیبانتون هم تماس بگیرید.